بخشیده به 27مین سالگرد قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، شرکت موبیلی مگافون تاجیکستان در قسم حربی 0235 ریاست قشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت اقدام نیکی خود را به سربازان همچون ارمغان هدیه نمود. اما سالا شرکت مگافون تاجیکستان یک اینوم خیلی نجیبی را پیشکش سربازان پیشکش می‌نماید. ما همچون اینوم یک با طرز عنعنوی امروز در یک قسم حربی که امروز جشن گرفته ایستاده است امکانیتی برای سربازان فراهم آوردیم که با خدمت‌رسانی شرکت مگافون تاجیکستان با زنگ‌های ویدیویی با نزدیکان خود در علاقه باشند. همه ما می‌دانیم که آنها دور از خانه و در دور از والدین میباشند و امروز این امیدوار هستیم که وقتی هنگام صحبت با نزدیکان هنگام دیدار نزدیکان به آنها یک روحیه بلند میبخشد. همه سال شرکت موبیلی مگافون تاجیکستان به سربازان صحبت رایگانی تلفنی و اینترنت به‌پول را برای با نزدیکان صحبت نمودن راه اندازی می‌نماید. زنگ‌ها در داخل کشور و بیرون از آن از جمله به فدراسیون روسیه رایگان میباشد. سربازان قسم نظامی 0235 قشن‌های سرحدی از این فرصت استفاده برده و والدان و نزدیکان خود زنگی ویدیویی کرده رایگان صحبت نمودند. پس از زنگ تلفنی رایگان بهر خوشنودی سربازان قسم حربی مذکور چاره‌بینی فرهنگی برگزار گردید. در هوای ترانه‌های مرغوب سربازان رقص و شادی نمودند. همچنین برای سربازان در این روز دسترخوان عیدانه نیز آراسته شده بود. خوب است، خیلی زود. بله، از شرط و شرایط این خدمت هم خیلی زود است. اوقات خوراک گرم، جای خوب گرم نرم. فقط خدمت مادر و وطن رو پیش میبریم تمام. این بعد بچه‌های دیگر هم گفتنی هستم که خدمت مادر وطن این جای مردانه است. این مردان نوار اومده خدمت کنم. گزارش سومن حمید و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.